استاد غلام علی شما چی فکر دارید؟ شما فکر کنم که من سوال زیاد ببخشید، من سوال به خاطر چی دادم؟ به خاطر اون دادم که من فکر میکنم شخصا که اگر وضعیت به این حدی که هست، اگر خوبتر نشود، اگر حکومت یک راه الटरनेटिव्ی برای رسیدن به خواسته های مردم پیدا نکند، الکی خیلی که استاد علیم شیرزمان رو گفتن، این میره به حد سپاراتیسم میرسه. دیگه مردم نمیخواهند با همین حکومت باشن، دیگه مردم رو مجبور کردن فکر کنم که نمیشه. استاد غلام علی چی فکر دارین در موضوع این که مرز آیا نمیآید وضعیتش به این طرف بدخشان تاجیکستان؟ آن روز من در فیسبوک یک پخش مستقیم داشتم و در آنجا یک نقطه را قید کردم. امروز من در بدخشان یا که در دیگر ولایت های جمهوری تاجیکستان، من در جمهوری تاجیکستان بین حکومت و بین مردم یک فاصله پیدا شده است. مثلا سبب فاصله پیدا شدن در چی است؟ باز همون میگیم که وقتی که مثال یگان میلیسا یا یگان کارمند حکومت مثلا به مردم احترام نگذارد، آستان مردم از او دور میشوند. وقتی که حکومت به مردم باوری نکند و مردم به حکومت باوری نکند، این فاصله در بین مردم و حکومت پیدا می شود و آنجا خالی می شود. این در تاریخ بدخشان این کار در قدیما گذشته است. وقتی که مثلا امیرای افغان و دیگر منغیت و چیز بسیار ظلم بالای مردم بدخشان آورده هستند و یا دیگر مجبور شده هستند، گرچند که یک قومیت هستند، مثلا افغان و پشتو مثلا تاجیک و آنها مجبور شده هستند که به امپراتور روس مکتوب نویسانند که بیایید ما را از همین چیز خلاص کنید. اگر مثلا حکومت اون فاصله را بین مردم از بین نبرد، یعنی که به همین چیزای مردم نکند، به ما خواستار مردم نکند، البته که این بسیار یک مشکلی میبید. نمیدونم تا چقدر درست باشد یا که نادرست باشد. اما روز من خودم از نایه اشکاشم هستم. از اینجا بچه ها زنگ زدن در همین روز، در همین 2 روز پیش یا که 3 روز پیش، گویا که سلطات ها از چست گریخته هستند و به طرف افغانستان رفته است، یعنی به طرف طالبان رفته هستند. اگر که همین چی بسیار شود، مثلا همین فاصله زیادتر شود، امکان دارد که مردم دیگر علاج ندارد، شاید که با یا یگان گروه پیوندن یا یگان چیز تظاهرات نوبتی سر می شود. اگر تظاهرات نوبتی سر می شود، به فکر من این تنها در بدخشان نیست، چون که امروز ما در همین اینترنت ما مشاهده میکنیم که بسیار مردم مثلا از ختلان، از سوغد و از رشت و از دیگر چیز هم میخزن میگن که برادرای بدخشان مثلا همدردی ما را قبول کنید و ما با شما هستیم. این معنای را دارد که اگر این دفعه در بدخشان حکومت مثلا خواست مردم نکند، دو باز تظاهرات شود، شاید که این تظاهرات سر میزند به دیگر ولایت ها و به کلان جمهوری. تشکر زیاد استاد علیم شیرزمانوف در خصوص اینکه آیا اگر وضع بدتر شدن بگیره، امروز رئیس حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان مردم یعنی که اداره نمیکنه، مردم از خارج اشخاصی که زاده ولایت مختار کوهستان بدخشانند، خیلی که جناب دوستو گفتن، آن گروه 44 نفره تشکیل شده است. اشخاص مشهوری که در بین جوانای خارج کشور، بدخشانیایی که در خارج کشور زندگی میکنن، یعنی هستن کسایی را که اونا احترام دارن سرشان مردم. و من فکر میکنم که الان مردم بدخشان، از نام مردم بدخشان کسایی الان ابراز اندیشه میکنن، فکر میگن که در خارج کشور زندگی میکنن، از نام مردم بدخشان امروز یعنی که موقع مردم بدخشان، خواستار مردم بدخشان از خارج منتشر میکنن. یعنی امروز همان فاصله که استاد غلام علی گفتن، این فاصله واقعا هم دور است. اگر از این هم دورتر شود و کلا از کنترل بیرون شود ولایت مختار کوهستان بدخشان، آیا امکانی از افغانستان، زیرا که یک قدم است، یک 3 دقیقه راه پیاده است،
آیا امکانی از اونجا یک جنگ تحمیلی، یک کمک با سلاح تحمیلی به سمت تاجیکستان خطر دارد یا ندارد استاد؟ بله. خب شما سوال کردید که اگر این خیل رود و نخود اینا نفهمند که این میتواند به این طرف رسد، این روز حکومتی که شخصی که سر قدرت 30 سال است، او البته دیگر از پرسپکتیو او فکر نمی کند. او برای امروز زندگی دارد و امروز همان رای نزدیکترینی به اعتدال آوردن، زیر کنترل گرفتن یعنی مردم رو رای نزدیکترینش رو انتخاب میکند، به نظر داشته آن که این علنگه، این آتش، این خاکستر یا این نمیدونم چی میتواند بعد چند باز علنگت شود. درباره این اصلا یگان نگرانی ندارند. اینها این روز و فردا فکر میکنند. امروز ما باید قدرتمان را نگاه داشته توانیم برای بقای قدرتشون 1 سال 2 سال 3 سال برای بقای قدرتش نتوانست جایش را به پسرش خالی کند، چون مطمئن نشدن که با قدرت در دستشون باقی ماند. یعنی دوربینی در این حالت اصلا برای اینها به کار نمی آید. در مورد آن که از افغانستان می آیند یا از دیگر جا، من نگرانیم بیشتر در داخل تاجیکستان است، از طالب تاجیکستان است، از داعش تاجیکستان است. اون بوغی کنی مردم که امروز ما شاهد آن هستیم، من تصور میکنم که بعد از همین قتل گلبدین چقدر گلبدین های دیگر در دل خود نفرت پیدا کردند و یک احساسات افراطی در مانند یک خواهر گفت یک گرنت باشد روم خودم را قطعی امین ها کفانم. در امین حالت همین خلقت در شبکه ها صدا داد. یک خواهر گفت که یک گرنت به من تید، من میرم خودم هم میتکنم قطعی. یعنی این در حالتی چی بود؟ یعنی اساس گفت. لیکن این واقعیت بسیار نگران کننده است. بنده هنوز زیاده از 20 سال پیش بود، 2005 بود یا 2010 بود، در تالار حکومت ولایت هم این گپ را گفتم از تظاهرات نترسید. تظاهرات خوب است. اگر تظاهرات شود این باعث سر زدن جنگ شهروندی نمی شود، لیکن جنگ شهروندی هم خوب است در مقابل اونه که در فلسطین است و دیگر جاها انتحاری ها که هستند. یعنی مردم تا به این حد ناامید شود که رود و یک جا یک اتوبوس ترک کند، یک جا طیاره را ترک کند، یک جا این همه از ناامیدی می شود و همین را در تالار حکومت گفتم، در حضور رئیس ولایت دیگر مقامداران که ما در چنین چیز دراها قرار داریم. شما که نمیمانید مردم آزاد باشد، شما که امکان نمیدید مردم از حق آواز خود مطمئن باشد که آواز من یک چیز را حل میکند و همین عاقبت همین ها در دنیا به انتحاری آورد و همین انتحاری در تاجیکستان دور نیست. من از افغانستان از اون طرف از او بر رود آمدنی 1000 نفره یا 2000 نفره چیز نمیترسم، سلابد است. من از داخل میترسم. در داخل روز از روز مردم ما
ببینید سطح جهالت ما تا رفت ما جاهلتر شده ایستادیم. وقت کدام خاطر؟ در تاجیکستان معارف، سطح معارف روز از روز پست می شود. همین جوانایی که از تاجیکستان می روند به روسیه، اونها از یک دوشنبه که در اونجا حداقل نمایندگان چند منطقه تاجیکستان را میدیدند، اونها در مسکو در محدوده یک دهه میمونند، حتی یک دهه هم نیست، در محدوده یک عائله میمونند، 15 نفر از یک عائله، و معاشرت اونها در محدوده همین عائله میمونند. از اینجا مفکوره اونها تا چه حد تنگ می شود و تا چه حد ما این روز در شبکه ها می بینیم امین تکفیری ها و افراطی ها را که اونها از یک دامولای چیز شنیدن، نه یک کتاب ورق زدن. این کتاب ها برای اونها حرام است، این نمیدونم کامپیوتر و دیگرش برای اونها حرام است. او دو سخنه که از یک دامولهش شنیدن همونها برای او حقیقت است. و چنین شهروندان تاجیکستان روز از روز زیاد شدن دارند و این را تولیدگر همه همین رحمانوف است. رحمانوف که با اسلام کل دنیا را میترساند، از تاجیکستان شروع کرده کل دنیا را به اسلام میترساند، خودش به گفت روسا تریگر شده است برای همین تولید شدن همین مفکوره و همین تعداد زیاد جوانان تاجیک که از فدراسیون روسیه از داخل مهاجران 2,000 تاجیکستانی رفت به سوریه برای جهاد. انا همونهایی که در تاخانه ها در محدوده یک عائله تربیه یافتند و این عاقبت معین نیست. ما در همین محدوده ما باز تنگتر میشیم، هر روز تنگتر ما میشویم، برای همین مفکوره ما تنگتر میشود و تا آن دمی که رحمانوف سر قدرت است، یعنی ما نمیتوانیم به رحمانوف و به حکومتش بگویم که نکنی کار، به همین روز توی میرسونی تاجیکستان. گفتیم در داخل بودیم، گفتیم گوش شنوا نداشتن، حاضر گفتن بیفایده است. مرده که 30 سال سر قدرت شده است، او فقط با شک و شبهه به همه نگاه میکنه، به فرزندش با شک و شبهه نگاه. او امروز فردا فکر دارد. او گلبدین برای او پرابلم بود، گلبدین در جایش بی‌ضرر گرداندن در کار، عاقبتش کار من نیست. من پرابلم هم گلبدین است، پرابلم هم پگاه چهارشنبه است، پگاه دیگر نمیدونم پرابلم هم عظیم است. همین خیل عاقبت این فقط تا آن دمی که ما بر اینا اینجا ششته ها که هنوز تربیه گرفته مکتب های سابقتر هستیم و یک کمی آگاهتر هستیم، اگر ما دست بکار نشویم و همین وضعیت بهبود نبخشیم، بعد ما باور کنید همان افراطی ها و تکفیری هایی که امروز در شبکه های اجتماعی میبینیم، آنها دست بکار میشوند و آینده در این حالت با رحمانوف آینده تاجیکستان این آینده افغانستان است. افغانستان طالبانی است. در تاجیکستان اگر رحمانوف 7-10 سال دیگر قدرت کند در تاجیکستان، مطمئن باشد که طالب تاجیک سر قدرت. استاد تشکر زیاد. واقعا هم راست است. واقعا هم تا حد گفته های شما دیگه از همین چیز درک میتین، دیگه آن چیزی که عیان است حاجت به بیان است فکر کنم. جناب دوستوف، اگر اجازت میدادید مجری گرامی، من هم به همین سوال شما که آیا وضع تغییر میخورد پاسخ میگفتم.
مرحمت. تشکر. ببینید آیا وضع در بدخشان تغییر میخورد و ما از چی باید مردمی بدخشان و تاجیکستان نگران باشند و یا آن نگرانی هایی که اینجا جناب غلام علی و جناب شیرزمانوف گفتند آیا آنها تا کجا جای داره؟ من در این باره نظر خودم را میگویم. ببینید اعتراض های امروزی اینها از نبودن عدالت دادگاهی و ضد سیاست زورگویی اند. این در ردبندی مشکلات بدخشان از نگاه من این جای چهارم را دارند. مشکل رقم یکی بدخشان و کل تاجیکستان این بیکاری است. بیکاری جوانان و مهاجرت. حکومت امام علی رحمان بر ضد مهاجرت کاری یک استراتژی دارد. استراتژی بیرون کردن نیروی جوانی ملت، نیروی کاری ملت به خاطر آوردن روبل، دلار و یورو، به خاطر تأمین گردش اقتصاد در حجم 2.5 میلیارد دلار. 2.5 میلیارد دلاری که 2 میلیارد اون را 7-8 نفر اعضای عائله او کنترل میکنند. از این برمی آید گرانی نرخ و نوا و پس رفتن سطح زندگی خاصه در مناطق تاجیکستان، شروع نمیدونم از پنجکت تا رشت قلعه و مرغاب. صفت زندگی چرا پست است؟ زیرا آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، گوشت سفید یا گوشت مرغ، گوشت سفید، کل اینها انحصاری شدند. اینها از بیزنس خویشاوندان نزدیکترین پرزیدنت امام علی رحمان است. پرزیدنت امام علی رحمان میتواند نرخ بالاترین قیمت نرخ در آسیای مرکزی در بدخشان تاجیکستان است. در بدخشان 200 کیلومتری در پاکستان 40% آرد ارزان تر است، شکر 50% آسان تر است، ولی راه چترال کشاده نشد. جانب پاکستان از سال 2009 میخواهد که این منطقه این راه کشاده شود، ولی جانب تاجیکستان هیچ کار در این سمت نکرد. چرا؟ چون که بدخشان اون وقت واقعا دروازه طلایی تاجیکستان می شود، چون سطح زندگی مردم اونجا بالا می رود، قیمت ها، نرخ ها پایان می روند. برای همین نخواست عقبه چترال را کشادن. اگر عقبه چترال از سال مثل اینکه در کشادن گس راغان آغاز ساختمان راغان 10-11 سال دیر کرد، در این مسئله نیست 10-11 سال خاموش است. و اون زمان گویا اسلام کریموف به ما افسانه میخوان که اسلام کریموف خلالش میرساند. روز اسلام کریموف مرد آتمز دیدیم که دوباره گریان و افتان و خزان همون جان، یعنی قصه دروغین فاش شد. اکنون در مسئله این عقبه چترال، این عقبه که کشاده نشد، این طرحهای اقتصادی نرفتن، تاجیکان افغانستان بدخشان افغانستان را از دست دادن. شکست پنشر از سال 2012 آغاز شده است، نه امروز. شکست پنشر از سال 2012 از زمان است که پاکستانی ها آمادگی دیدند که حضور تاجیکان در بدخشان، پنشر و اندراب ها کمرنگ باشد. و شما دیدید که در طول 2 هفته، کمتر از 2 هفته، بدخشان پورا بدون جنگ ها تسلیم طالبان شد. چرا؟ اونجا هم تاجیکان زندگی میکنن، مثل ما و شما دروازه ها و اشکاشمی ها زندگی میکنن. چرا اونها تسلیم شدن؟ چون که جانب پاکستان و طالبان در این اونجا کار کردن، ولی حکومت امام علی رحمان در اونجا خواب بود، دشمن تراشی میکرد از مردمی بدخشان. نتیجه شکستی
پنشر تصرفی بدون مبارزه بدخشان و آیا ما از اونجا باید نگران باشیم؟ نه، اصلا از اون سمت ما باید هیچ نگرانی نداشته باشه. من برونم که مردمی بدخشان و اون برداشتی که من از نخبگانی اونها دارم، از ارزش‌های مذهبی اونها دارم و من بر اون هستم که هیچگاه مردمی بدخشان کمک از انتظار نیستن از اون سوی دریا. البته یک گروه های چند نفر استثناء شده نمیتوانند، ولی مردمی بدخشان نیاز ندارند اصلا برای این. در برابر مردمی بدخشان 200-300 آدم کش که از حکومت امام علی رحمان نمایندگی میکنند، اونها سنگر گرفتن. اینها جمع در تاجیکستان همین 400-450 نفر آدم کش دارن. نه ارتش با اونهاست، نه میلیسا با اونهاست، نه هیئت کمیته دولتی امنیت ملی پر در اختیار این عائله است که فرمانهای اونها را اجرا کنند. و اگر این سیاستشون را در بدخشان تغییر دادن هم خواهند، اونها تغییر دادن نمیتوانند. این نمیتواند. بنابراین آغاز شکستی پرزیدنت امام علی رحمان و سلاله خانوادگی ساختن او از همین جا آغاز خواهد شد. هیچ نیاز برای مبارزه مسلحانه نیست، هیچ نیاز برای افراطگرایی نیست. افراطگرایی تاجیکان یکی از افسانه هایی است که سر ما بار میکنند. جدایی طلبی بدخشانیان یکی از افسانه هایی است که با اون مناطق دیگری تاجیکستان را از محق تلاشان بدخشان دور میکنند. شما بر اون باورید که یک دو سه دهنکنده ای که از این ناحیه با اون ناحیه همسرش رو برده نمیتوند، خانه نمیدونم امکش نرفته است در ناحیه دیگر، اون از تاجیکستان خسته توسط مسکو و ترکیه و اینجا سوریه می رود؟ نه، برنامه مخصوص بود. شروع از سال 2012-13 برنامه مشترک خدمات مخصوص برای بیرون کردن این مردم بودجه داشتن، آماده کردن و بردن اونجا چند صد نفره. هیچ کس نمیداند که اون در اونجا چقدر تاجیکا هستن. این سازمان های امریکایی اروپایی که از 2000 و 3000 یا زمیر کابولوف که از چشمان کبود و 16 چچنی 7 تاتار افسانه برای ما میبافند، اینها همه افسانه های ترغیباتی هست. هیچ کس نمیدونه در اونجا چی نفرهای هستن. این عملیات مخصوصی بود اونجا بردن. اگر تاجیکا افراطگرا می بودن در زمان جنگ تحمیلی اقلا 10 نفرش خودشون میترکاندن، شهید می ساختن. چرا ما در تمام جنگی شهروندی شهید نداشتیم؟ اکنون 3 اصول افراطگرایی وجود دارد. فوگاس در شرایط تاجیکستان 400-600 دلار است. با تغییر خوردن وضع در افغانستان حالی فکر میکنم که قیمت فوگاسمانی حدود 300 دلار باشد. چرا یک فوگاس در راههای تاجیکستان نترکیده است؟ خب عملیات های دیورسیونی بجز از یک حمله گویا حمله دروغین شاه به شعبه کارهای داخلی تاجیکاباد، ما چند عملیات دیورسیونی داشتیم؟ هیچ. ما چند شهید داشتیم؟ بجز از برادرانی که بعد از با عضوهای تناسل جنسیشان را بریدن و کشیدن و در برق ماندن رفته در سال 2009 در خوجند خود را ترکاندن. بجز از او کی داریم؟ ما نداریم. چرا نداریم؟ نه تنها برای اون که تاجیکان افراطگران هستند، بلکه به اون خاطر که مبلغ گذاری در این سمت وجود ندارد. اگر مبلغ گذاری 100,000 دلاری در یک سال یا 200,000 دلاری در این سمت پیدا شود، خوب دیگه ترکیش فوگاس ها را ما میبینیم، هجوم های گروه های خرد را میبینیم، ولی اینها نیستن. ما را با این میترسونن. بنابراین من هرگز باور ندارم که مردمی بدخشان اگر خواهند تنها مقاومت مصالحت آمیز شهروندی کفایه است که
تمام حدود بدخشان را زیر کنترل کنند و تمام مردم تاجیکستان همون ساعت که اونها تصمیم گرفتن، حداقل در 8-10 نواحی دیگری تاجیکستان مردم همین کار را خواهند کرد و این میشود پایان حکومت خانوادگی امام علی رحمان. ما هیچ نیاز به کمکی نه طالبان نه گروه های دیگری بدنام شده اینها نداریم، نه داشتیم و نخواهیم داشت. ما می توانیم با فعالیت های مدنی این حکومت را عوض کنیم اگر اینها نمیخوان عدالت اجتماعی را در تاجیکستان برقرار کنند. اگر هدف اینها بنیاد حکومت خانوادگی است، ما اینها را قبول نخواهیم داد و از تمام حقوقهای خود و از تمام وسیله ها ما باید استفاده ببریم. همایش های خاروخ شاید از اون همایش های هستند که در اینجا تقدیر ملت معلوم خواهد شد. اگر ما این بار اگر مردم گذشت کنند، پس غلامی به همه بار خواهد شد. و درباره اون که تا کجا ما به نیروی مردم باور داریم و خاصه به نیروی مردمی در تمام مناطق تاجیکستان، اصلا مردم سوبیکت عمل نیستند، ابیکتند، اونها را بازی می‌دارند. شما اگر فکر کنید که در فیض آباد و یا در اسفره و یا در پنجکند 2-3 پدرلعنت میلیسه و یا اگنت میلیسه نیستند که برای پروکورورها، برای سردار میلیسه که در اونجا روانه شده است، برای اونها دختر نمیجویند یا جلب ها را نمیارند، کلا اشتباه میکنید. در 99% ناحیه‌ها این کار هست. ده ها مثال من از فیض آباد دارم، از راغون دارم، ولی ببینید و در رسانه ها هم نشر میشه. ولی مردمی بدخشان مردمی هستند که اونها از حقوق بیداری سیاسی اونها بالاتر است. اونها از حقوقهای خود حمایت خواهند کرد. اونها غلامی را در طول تاریخ از هیچ کس قبول نداشتند. من باور دارم که از اینها نیز قبول نخواهند کرد و اکثریت مردم دیگر نواحی تاجیکستان در این تلاش‌های ها و در این مبارزه‌های ها با مردمی بدخشان است و به خواست خداوند پیروزی از ماست. تشکر اگر پرگویی کردم. تشکر زیاد. من فکر میکنم که الکی اکثریت اون سوالایی را که من میخواستم پرسیدم و آخران سوال و با این جنب بحث میکنیم. خدا خواهد در خصوص بیانیه‌ای را که یادگار فیض افتادن، یعنی که حادثه را از نظری یادگار فیض و تا کدام اندازه این فشار مقامات بود باید چونین میگفت یا اینکه در اصل چونین یک قصه را که این حالت را که رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیض قصه میکنن در اصل چونین بود است. استاد علیم شیرزمانوف، با نظر شما آن چیزی را که یادگار فیضوف نقل کردن در نوار یک چیزی مجبوری بود یا اینکه واقعا حادثه چنین است که یادگار فیضوف قصه میکنن؟ یک تحقیر، من دینا در یک نوارم گفتم، این یک تحقیر ملت بود از طرف یتیموف، یک تحقیر ملت. یادگار فیضوف هنوز معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان است و این نفر را آوردند همچون یک جنایتکار بازپرسی کردند و در سطح خیلی پست، شاید کدام یک لتنانتک، شاید کدام، یعنی این مورد استنتاق قرار گرفت و این را با چند دوبل چی کردن. یعنی همون ببینید بکار چی دخل دارد. تو اگر به خاطر تفتیشات همین پرسیدنی بودی
به خاطر تفتیشات چی کار داری به او زنگای همون دختر؟ اما زنگای دختر، تو که قانوندان هستی، ما که یک فوج هستیم، یک گروه جنایی به گفت خودت هستیم، ما که آوردیم دلیل که تو برای ما، برای همون خواهر من گپ پرتافتی، من برای همین تو را آمدم زلاج گرفتم. حکومت چی ضرورت داشت همین دلیل رد کند که کی با کی زنگ زد و کی خطی خواب کرد؟ این با حکومت چی دخل دارد؟ و نخواد همین سوال بیایی از رئیس مجلس، معاون رئیس مجلس ملی، مجلس عالی بپرسی. این یک تحقیر تمام ملت است، تمام دولت است، تحقیر رحمانوف است. تقریبا شخص رحمانوف تحقیر شد، شخص رستم امام علی تحقیر شد. تو بیا او را بپرس که در مذهب اسماعیله با دیگر کس یک دختر اسماعیله خواب و خیز کند، این حرام است یا حلال؟ تو چه رقم تو این به همون تفتیشات تو چه دخل دارد؟ یعنی این از ابتدا معلوم که او سوالها گذاشته شدند. اونجا یک بنده هست و میگه میپرسد همون سوال مفتش تکرار میکند و بعد پاسخگویی را سر میکند و از همون وضعیتش معلوم که وضعیت روانیش معلوم که او زیر فشار است. یک سابق رئیس ولایت مختار، معاون رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را به خاطر زنای یک پرکرور بیایی و همین خیل دولت رو، عموما ملت رو، دولت رو پس زنی. این البته که همه سخنها بگذار همون گفته های یادگار فیضوف در آید بدخشانی ها و مناسبت بدخشانی ها به فرض کردیم زناشویی دخترش و خواهرش بگذار، یا برداشت اسماعیلی ها از این مسئله بگذار، او از ضمیر قلب یادگار فیضوف بگذار. لیکن او سوال در تفتیشات از کجا پیدا شد؟ چه دخل دارد به تفتیش و چه ضرورت بود تفتیشات رسانه‌ای کردن؟ همه یعنی سوال ها را هر یک آدمی که کمک اندیشه دارد این سوال ها را به خود گذارد، او البته پاسخ می‌یابد. لیکن در این جادو چی است؟ همون برداشتی که من دارم، همون پاسخهایی که من دارم، همون پاسخها رو یتیم و فدار و دستش دارد، همون پرکرورچه ها دارند، همون کگبه اگنت ها دارند، همه همین پاسخها رو اونا میدانند و اونها دیده و دانسته همین به با گفتنی هم که بله مقصدمان همین بود، همین کرده و شما هیچ کار نمیتونید و همین را ادامه دادنیه. منظور همین بهتان نامه ای که یتیموف نشر کرد یگانه منظورش تشکر زیاد. واقعا هم معلوم است که دیگر به خاطر اونه که یادگار فیضوف، من از اون چیزی که من دیدم از روزی که یادگار فیضوف به حیث یک رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان برگزیده شدن، از روز اولی که من یادگار فیضوف رو دیدم، حتی در زمان من در بین مردم، بین حکومت و مردم بدخشان من حیث یک بیندرا بودن، باور که با این قدر سریخه مو را من ندیده بودم.
هیچگاه هم در زمانی که بسیار هم مردم عصبی بودند، بسیار هم مردم در یک حالتی بسیار هم عصبانیت قرار داشتن، من راستی ندیده بودم یادگار فیضوف با چنین یک اندوه و با چنین یک حالتی را که در نوار دیده می شود. خب به هر صورت هر چیزی که گفتیم آینده وقت دیگر معلوم میکنه که کی تا کدام اندازه حق است و کی تا کدام اندازه گناهگار. هر وقتی که اینترنت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 100% برقرار شد، باز این موضوع پهلوی دیگر پیدا میکنه. من فکر میکنم و نوارها باز زیادتر منتشر میشوند، دلیل ها باز هم زیادتر میشوند و کمیته امنیت دولتی ملی را مجبور میآید که برای سریای دومی نوارای فیلم های مستندی بسند، چون خیلی که استاد علیم شیرزمان گفتن سریال دوم، یعنی که سریای دوم و سوم و چهارم خواهد داشت. و جناب دوستوف در خصوص بیانیه یادگار فیضوف چی فکر دارین؟ تاجیکان یک مسئله بسیار خوب دارد که مسئله فارسی است. خود کرده را دوان است و ویلای پنهانی. من 100% بارونم که اون وضع واقعا یادگار فیضوف را من تقریبا از سال 2007 میشناسم و پیگیری میکنم. اون زمان به حیث نماینده بنیاد آقاخان بود و از او البته برداشت دارم و تقریبا از هر یک نفر از نخبگان بدخشان من یک برداشت های دارم و من برونم که اصلا اون وضعی که او بود واقعا خار و ذلیل بود، ولی این نتیجه و ثمره همون کارهایی است که او کرد. من در روز اولی تعیین شدنش به این سمت نوشته بودم که با او هرگز باید باور نکرد، زیرا او از مردان سیاسی است و نه دانش‌های خوبی اداری دارد، بلکه یک نفری است که از او سوء استفاده میکنه به حیث بالشتک و یا نمیدونم ریفاله و همچنین هم شد. سبب استعفای او طبق اطلاعی که من دارم از اون است که او در دایره صلاحیت‌های خود به حیث رئیس ولایت خواست که یک اطلاع درست‌تر داشته باشد در مورد دو پایگاه نظامی خطایی ها در حدود ولایت زیر تابعش و این گفتگوزارهایی که او داشت، البته گفتگوزارهایی که او بسیار احتیاطکارانه میکرد، اونها را آوردن به امام علی رحمان رساندن، چون وقتی دیگر برای او ضرورت در اون جا نبود و هم واقعا مردم به او تکیه میکردند و در نتیجه او را از راه برداشتند و هم با همچنین یک نمایشی بسیار خار و ذلیل او شرکت در همین نمایش خار و ذلیل او خود را واقعا خار کرد. ولی امیدوارم که برایش درسی سبق شده باشد و امیدوارم که بالاخره آزاده رحمان مهلتی پاسپورت او را تمدید بکنند برای بیرون آمدن و از تاجیکستان و فعالیت کردن برای دسترسی به پاسپورتی مخصوص و دیپلماتی و او میتواند این خطاهایش را تا جای اصلاح کند. امیدوارم و من برونم که نوبسته به اون که کی هست، یادگار فیضوف یا هر کسی دیگر، هر کس که با آبروی مردم، با اعتماد مردم بازی میکند حتما شرمنده خواهد شد. فرق ندارد این یادگار فیضوف است یا امام علی رحمان. بازی با دوم شعر عاقبت ندارد و تنها وقت طلب میکند و
تنها وقت نشان خواهد داد که این بازی واقعا با دومی شعر است. و من هم در پایان صحبت میخواستم با یک دو جمله صحبت امروزی را جمع بست کنم. ولی اگر شاید دوستان دیگر اگر گفتنی های داشته باشن اونها بگویند، من میتوانم پس بگویم. باشد. استاد غلامعلیوف مدت سال هاست که در ژاپن زندگی میکنه، در یک دولتی که به خاطر یک چند دقیقه قطع شدن برق وزیر میآید و سر تعظیم پیش مردم همان مهلتی را که برق خاموش است پیش مردم تعظیم کنان عذر میخواهد. شما در یک دولت کار و فعالیت میکنید، در یک جامعه زندگی میکنید که به خاطر آزادی، به خاطر پیشرفت، به خاطر مقدسات انسانی همه جامعه از خرد تا بزرگ، از دانا تا نادان، همه دارن تلاش میورزند، کوشش میکنن و این همه کوشش ها، این همه زحمت ها به آن چیزی آورده رساندن که امروز دیگر ژاپن میبینیم. در هر جایی که دنیا زندگی کنی یک تکنولوژی، یک دستگاه، یک چیز ژاپنی است. آیا از نگاه شما وضعیت کنونی امروزی بدخشان دیده و فضای ژاپن، آیا مردم اصلا در کل بگیم تاجیکستان چیکار باید کنیم که حداقل یک نصفی از مردم ژاپن داشته باشیم؟ اون تلاشاشون، اون زحمتاشون، اون خدمتاشون، اون جانبازی‌هاشون باید چیکار کنیم استاد از دید شما؟ سلامت باشید. چخیل که با ما معلوم است ژاپن بعد از جنگ جهانی، یعنی بعد 10 سال اقتصادشان بسیار بالا رفت و من از بسیار ژاپنی‌ها پرسیدم که چرا این، یعنی که حکومت شما بسیار ترقی کرده است، شما کدام متدا را استفاده بردید؟ اینها میگن ما بسیار چی میکنیم، ما بسیار مردمی مهنتکش هستیم. بعد منم با اینا چی آوردیم که مردمی ما هم بسیار کار میکنند. حاضر بچهای ما که در ژاپن هستند روز و شب کار میکنند، شاید 4-5 ساعت خواب میروند. یا که حاضر بچهای ما که در چی هستند، همین مردم ما که در روسیه و در دیگر جا مهاجرت هستند، البته بسیار سخت کار میکنند. من فکر میکنم که اینجا یک سیستمشان بسیار ناقص ساخته شده است. سیستمشان او شرط نیست که سروزیر میشود و کی نمیشود. من حاضر امروز نمیدانم که سروزیر ژاپن کی است، چون که ابه خودش رفت، بعد او دیگر کس آمد و بعد او انتخاب کردن باز دیگر کس حاضر سروزیر، لیکن سیستمش همون یک خیلی. دویم چیزی که است، اینا بسیار سرویس خوب دارند، یعنی حکومت همچون خدمتگار مردم است. من پلیس ها رو مثال میبرم که یک عجایبات از من دخترچم راش گم کرده است. وقتی که پلیس زنگ زدیم که دخترم پلیس با ما کافتند، رفتیم یافتیم دخترچم در یک ساعتی که دیگر یافتیم، آوردند خانه. بسیار باز چقدر تزیین باز زنگ میزنند. مثال یک سیستم ای دارند که همین حکومت وقتی که میری شهر میره، همین حکومت شهر میری شهر هم همونجا ششت است، یک تیرزچه برای نالاگ و یک تا برای گرفتن مثلا سپرافکا و چی، یعنی کار تو در 5 دقیقه چی می شود. برای این سیستم من فکر میکنم که برای ما لازم است یکم جاری نمودن عدالت، دویم نست کردن خشت باربازی هم در سطح حکومت و چی در سطح مردم، سیوم شرایط خوب مهیا کردن جای کار برای مردم، بعد همین کمیونیکاسیون راه ها مثلا شما خودتان شاهد هستید که بدخشان تا امروز ما راه نداریم. راهی که در دوره شوروی ساخته شده است تا درواز راه خوب است، آن را دائم در تلویزیون نشان میدن، لیکن متاسفانه دیگر طرف که رفت همون راهی که بابای ما با بیل و کلان ساختن راه نیست. اگر راه می بود، اینترنت می بود، امروز اینترنت همین
امروز ما در جهان دیجیتالی زندگی میکنیم. یعنی من در خانم میتوانم چیزی که خواستم در 5 دقیقه من میتوانم اون چیز را دسترس کنم. شرط نیست که من باید بیرون برایم یا که چیزی که از خود فروش مثال میفروشه. من بغیر از این کار دانشگاه باز کم کم تجارت هم دارم. تجارت سنگای قیمت با بیشتر با طرز اینترنت میفروشم و از اینترنت میخرم و در اینترنت میفروشم. مثال ما در اشکاشم در واخان کارتوشکای بسیار خوب داریم، لیکن متاسفانه ما او را نمیتوانیم چی کردن. با دوشنبه بریم. اگر تا دوشنبه بریم راه خوب نداریم و دیر میرسد. یک راه پولی هم قیمت راه خوب هم نیست. راه پولی هم قیمت وقتی که به شهر میرسد نرخ شاید از کارتوشکای پاکستان هم چی شود قیمت شود. برای می راه باید شود. دیگر بلند برداشتن معارف. مثلا همین دانشگاه ما است، اگر به سایت این دانشگاه داخل شود تمام سیلابوس تمام چیز تنها درباره درس و کدام فاکولته. بعد روید در یگان سایت دانشگاه های ما در تاجیکستان با سایت می در آنجا درباره او دانشکده یا که دانشگاه یگان چیز نیست، فقط اخبار. مثال یک روز در آمدم با سایت دانشگاه خاروق، ما خواستیم چی بندیم، گفتیم دانشگاه را که دانشگاه ما با دانشگاه خاروق چی بندیم، شرطنامه بندیم که مبادل دانشجو دیگر چیزا. آنجا در آمدم میگن که اونجا یک اخبار است میگه که چی امریکا خشونای چیز ایران رو با چیزی تروریستا با لیستی تروریستا داخل کرد. این با مثلا با دانشگاه چی دخل داره؟ اونجا نویسه که چند فاکولته داری، یعنی متدای درسی تان سیلابوس تان چند چی داری، یعنی دانشگاه تو در کدام چیز با قوت است که مثلا می دانشگاه ما سکوبا مثلا در ربات سازی و چی با قوت است، در دیگر یا که زبان شناسی یا که بیولوژی با قوت است. آیا دانشگاه خاروق همین چی است؟ مثلا همین چی دارد همین دپارتمنت یا چیز که این با او دانشگاه میتواند چی کنند؟ متاسفانه برای این سطح چیز ما معارف ما خیلی پست رفته ایستاده است. بعد یک چیز دیگر میخواستم که منم همون فیلمی که تماشا کردم ما یک دو چیز میخواستم در اینجا قید کنم، ببخشید که شاید چی مرحمت وقت چی نشود. مثلا در اون فیلم آمد است که چی امروز یعنی که معلمای تقریبا مثل معلمای بدخشان و پدر و مادر یعنی که به مسئولیتند، فرزندان خودشان را نقص تربیت نمیتیند. در همون فیلم آمده است. لیکن اگر که پدر و مادر ما به مسئولیت می بودند، آیا من امروز در همین ژاپن در همین یک دانشگاهی که در ژاپن شاید 4م جا باشد، یک شهر یعنی یک دانشگاه، من میتوانستم در اینجا کار کردم. مثلا معلمای ما وقتی جنگ شهروندی در یاد من است قریب چند سال معاش نمیگرفتند، لیکن درس هر روز درس بود. ما تا بور نداشتیم که در تخته صنف نویسانیم. با همون چی می نویسن؟ خاکستر نه اون چی لخچه میگن چی میگن، با همون می نویساندیم. در یاد من است که دفتر نداشتیم، از کارتون از کاغذ پشتی شیر قاق من همین قدر دفتر ساخته بودم رنگ کتاب اوستا یا که اگه کتاب قدیمه هایی که است. معلمای ما همین قدر کار. معلمای ما را تعلیم میتین که از همون بزرگای ما موافق همون کار میکنیم، از همون ادبیاتی که ما در مکتب میخوانیم همون چی میکنیم. ما به ترتیب نیستیم. مثلا در یاد ما است که مثال خیلی که بزرگ سینا را چی کردند؟ سنگسارش کردند، کافرش برآوردند وقتی او میخواست که وبا را چی کند. لیکن امروز او یکی از بزرگان ما است. در همون آنها برای ما دائم در همون ادبیات و در همون چیز میفهمند که دائم راستگو باشید، از حقوق خود طلب کنید. ما هم یگان چیز از حکومت طلب نمیکنیم، ما فقط عدالت طلب میکنیم که برای ما راه سازید، برای ما شرایط خوب سازید. ما کار میکنیم با ما خوب شوید. مثلا ما با شما خدمت میکنیم، شما با ما خدمت میکنید. این یک دیگر این چیز است که مثلا چیز در همون فیلم گفت که مثلا
داشتن زبان، عرف و عادت این یک افتخار ملی است. اما متاسفانه در بدخشان یعنی که چیزی مردمی را بلندتر نسبت به از ملت یا که ملیت چی میدونند. من یک چیز پیشنهاد میکنم که باید مردم ما امین ملت از خلقیت باید ما فرق گذاریم. مثلا در خود بدخشان چند زبان است. من وخانی هستم، حاضر استاد علیم شیرزمانوف شغنی است. وقتی که من به خاروق رفتم، اگر این کس مرا پرسد که کجاگی هستی، من میگم من وخی هستم یا اشکاشمی هستم. لیکن اون معنای آن را ندارد که این میگه نه تو چرا خود را پامیری نمیگی یا که بدخشانی نمیگی. برای این از مردم خواهش میکنیم که بدخشانی بودن یا پامیری بودن این یگان انکار کردن ملت ما نیست. ملت ما همه ما تاجیک هستیم. حاضر یغنابی را اگر پرسن یغنابی هستی و اگر یغنابی هم گوید دو هم انکار کردن تاجیک بودنش نیست. اگر سعودی هم گوید دو هم انکار کردن تاجیک بودنش نیست. من این چیزها را ما باید درک کنیم. بعد یک چیز دیگر در همون آخر، مثلا همون درخت های خاروق نشان دادن که اینا به ترتیب هستند و درخت ها را بریدند. بله، برای اینکه در 2012 میخل کار شده بود برای تکنیکای وزنی ندر آمدن، مثلا تانک و دیگر چیز، مردم درخت ها را بریدند و راه را محکم کردند. این دفعه هم خل کردن. یعنی درختایی که در همون فیلم میگه درختایی که اجدادان ما برای ماندند، ما یعنی آن را بریدیم و چی کردیم؟ طبیعت ویران کردیم. لیکن اشکاشم هم همیخل درختا داشت، درختای بلند، همیخل خوشروی. متاسفانه در دوره رئیسی دمدارف بسیار درختا بریده شد و با ونج برده شد. لیکن درباره این نمیگن. وقتی که حکومت درخت برید هیچ گپ نیست. وقتی که مردم برید مثلا این جنایت میشود. بعد در آنجا یک برادری ما از کلاب کمازیست، میرزا علی خیرالله، میگد که مردم آمدند و ماشین ما را گرفتند، راه را بند کردند و ما را محکم کردند. من فکر شاید درست باشد که ماشین را گرفتند و راه را محکم کردند، لیکن من باوری نمیکنم که مردم را چی بکند، بند بکند. بعد میگوید که در روشان پولای ما را گرفتند. من یک مثال میبرم. 2006 سال من با یک دوستم از همون گیپرزیم سعید نام داشت با بدخشان رفتیم با ماشین زم نچلنیک ملیسای اشکاشی مخنظر رفتیم در روشان، در همون روشانی که پولی او برادر را گرفته است. رفتیم که یک مردک، یک برادر ماهی گرفته است. این بچه پرسید بیا ما ماهی این کس بخریم. خیلی گفتم بپرس. یک رفت اکا ماهی چند سومه؟ او یگان چیز نگفتم، این ماهی را آورد در دستی همون بچه داد. این گفت چند سوم؟ او میگه پول چی در کار؟ باز آمدیم در قلات و ماهی را با ما پوختند، از ما یک تین هم نگرفتند. برای همین این چی نیست، مثلا یک تشویقات است که مثلا ما یا که مثلا برادرای کلابی آمد و سغدی آمد و مثلا ما از اون دزدی کردیم. این یک چیز شاید شود دزدی، در کلاب هم دزدی میشه، در خوجند هم. برای همین یعنی که جدا اندازی ها، متد جدا اندازی ها در بین مردم این عاقبت خوب ندارد امروز، چون که مردم هم خودش عقل دارد. برای این میخواستم که بینا حکومت ما هم دقت دهد، مردم هم دقت دهد و امیدوارم که همه چیز خوب میشود، از این بدتر نشود و زود اینترنت در بدخشان جاری شود، اما بگذار اخبارات دقیق بگیرند و سلامت باشید دیگر. تشکر زیاد استاد، تشکر زیاد. آخر سخن جناب دوستوف یک چی گفتنی بدین؟ سخن به شما میتیم با همین برنامه امروز بس جنبست میکنیم. جناب دوستو مرحمت کنید. بسیار خوب میشد اگر همه یک جمله میکرد. بنده شما صحبت بسیار خوب بود. در آخر من از همه فکر میکنم که شما از بیننده های شما دعوت میکردم که
نوابسته اون که از کدام محل یا منطقه تاجیکستان هستید، در هر کجا هموطنان خود را میبینید، خواه از اسفره، خواه از خارو، خواه از کولاب، خواه از دنغره و در هر جای دیگر با اونها دوستی ورزید، با احترام گذارید و با ظالمان نشان دهید که هیچ کسی نمیتواند ما را از هم جدا کرده. ما با همون مادران خاروقی که مادران راشد قلعه که تلفات دادن و فرزندانشان را کشتن، اونها مادران ما هم هستند. اون خواهرایی که از اونها یک انتظارات لعنتی ها دارن، اونها خواهران ما هم هستند و ما با هیچ کس نباید اجازت بدهیم که از حقوقهای ما را پامال کنند. و یک نکته را میخواستم با همین جمله سخنرانی امروزی خود را جمع بست کنم. اصلا افراد، یک نفر یا ملت‌های زندگی را در این دنیای فانی پشت سر میکنند که نه زندگی را پشت سر میکنند که اونها به اون لایق هستند به همون زندگی، نه زندگی رو پشت سر میکنند که آرزو میکنند که چون زندگی داشته باشند، بلکه زندگی رو خواهند داشت که برای اون تلاش خواهند کرد. اگر ما میخواهیم زندگی آزاد، انسانهای آزاد را داشته باشیم، برای این باید تلاش کرد. در برابر ظلم خاموش نشستن، این یعنی ظلم را اعتراف کردن و جبر بر خود و هم ملتان خود است. با همین دلیل ها ما نمیتوانیم گذشت کرده و باید مقاومت شهروندی را در برابر ظالمان، در برابر فساد و زمین فروشی، در برابر جدای اندازها باید دوام دهیم. امیدوارم که ما حتما پیروز خواهیم شد. تشکر از همصحبت دعوت و از جنابانی که امروز در این صحبت شرکت داشتند. سلامت باشید. تشکر زیاد جناب دوستوف و تشکر واقعا برای یکایک شما اینکه دعوت ما را پذیرفته و از آن جمله با استاد علیم شیرزمانوف که راستی من دیروز نوشتمش و در یک روز آماده شدن و جواب مثبت دادن. تشکر زیاد برای شما استاد علیم شیرزمانوف و با امید اینکه در بدخشان باز صلح بیاید، با امید اینکه به لب مادر هر یک بدخشانی و هر یک تاجیکستانی دوباره خنده برگردد، با امید اینکه هر کلابی در خاروق خود در وطن خود احساس کنه، با امید اینکه هر بدخشانی در سوخت و هر سوختی در کلاب خود در خانه خود احساس کنه و هر یک برادر، خواهر، مادر، هر کسی از کدام منطقه تاجیکستان که هست همچون یک برادر و خواهر هموطن خودش بشمارش، با امید اینکه ما هم مثل دیگر مردمی که آزاد زندگی میکنن و اونا را میبینیم و حسود میبریم که مثلا ببینید که امریکایی‌ها چگونه زندگی میکنن، مثلا ببینید که اروپایی‌ها چگونه زندگی میکنن، مثلا ببینید که ژاپنی‌ها چگونه زندگی میکنن، با امید اینکه ما هم یک روز حداقل بتونیم که در یک فضای آزاد زندگی کنیم، در وطن خودمان زندگی کنیم، از حقوقهای خودمان گفتن، حفاظت کردن، طلب کردن جنایت نحسابیم، نه ما و نه حکومت و نه ساختار. و چون یک برنامه ها را ما پیگیری میکنیم و در هر موضوع مختلف ما صحبت خواهیم داشت و در هر برنامه مهمان ها را تا قدر امکان خواهیم دعوت نمود. تشکر زیاد برای شما، تشکر زیاد برای کسایی که ما را تماشا میکنن و ما را پیگیری کنین و ما اکنون شروع میکنیم.